چنان شمی که از اطرافیان پروانه می سازد. حسین ابن علی از عاقلان دیوانه می سازد. حریمش جای عرش و فرش را با هم عوض کرده که جبریل امین در بارگاهش لانه می سازد. طبیبان بارها گفتن این غم را علاجی نیست، دگر غیر از هوای کربلا برمان می سازد. یا قدیم الاحسان، یا قدیم الاحسان، یا حسین، یا حسین. به تو که نگاه میکنم دلم پر میشود از آرام و قرار آینه. بانوی همنام مادر سادات فاطمه، به تو که سلام میکنم دلم پر میشود از امن و سلم و سلام. لحظه ها را با تو آغاز میکنم هر پگاه، با دلی پر از امید اما غرق پریشانی و آه. چشم دلم به سمت حرم باز می شود، با یک سلام عشق من آغاز می شود. پر می کشد دلم به هوای طواف تو، وقتی که لحظه لحظه پرواز می شود. ما ریزخوار سفره احسان سرمدیم، از امت محمد و محبان حیدریم. مدح و ثنای آل محمد شعار ماست، دلبستگان دختر موسی بن جعفریم. زائر بارگاه بانوی آب و آینه، او که حرمش حرم فاطمه زهرا نامیده شد و سرزمینی که او در آن آرام و قرار گرفت حرم اهل بیت و سرزمین معرفت و بصیرت و شاه بیت کرامت نامیده شد. آقا جان، مولا جان، یبن الحسن، این روزها که قربت در روزهای عاشورا، لحظه های شهادت قرآن اظهار الله چارچوب دلمان را در آغوش می کشد، می توان فقط به آمدن تو دلخوش کرد. بودن در کنار تو یعنی نصرت خدا، بودن در کنار تو یعنی غرق شدن در یاد خدا و یاد خدا را در زیر بیرق حضرت سیدالشهدا در دل و جانمان زنده می کنیم. امروز به مدد و نصرت الهی می اندیشیم و یاد خدا رو با هم زمزمه می کنیم با عطر خوش بیرق و پرچم و علم و یاد خدایی به روایت محرم. شکر خدا که بازم دیدم ماه غمت رو، دارم روی سرم باز سایه پرچمت رو. حسین عشق تو معنای زندگیمه، دلم عمریه تو روزه ها مقیمه. پیشم
مرقد کریمه یا حسین یا ابن زهرا 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 پیر و جوون به پای عشق تو سر نهاده در خیمه گاه عشق هستیم یک خانواده میایم یا حسین هر سال به زیر خیمت مثل زینبت در راه حجب و عفت مثل قاسمت در حسرت شهادت در حسرت شهادت یا حسین یا ابن زهرا یا حسین یا خاتون شهر آینه هایی بزرگوار، خاتون شهر آینه هایی بزرگوار، زهرای شهر یثرب مایی بزرگوار، گم کرده این کعبه حاجات و آمدیم نزد شما که قبل نمایی بزرگوار. صحن و سرای با صفای عمه جانمون حضرت فاطمه معصومه رو سیاحت میکردید، سیر میکردید، زیارت میکردید. قبول باشه انشالله که همیشه دل جانتون پر باشه از این حال و هوای خوش ملکوت. بهترین سلام ها رو به شما تقدیم میکنم، سلامی به عطر خوش لطافت و مهربانی این بانوی با کرامت و خیلی ممنونم که یاد خدا رو انتخاب کردید. با هم میخوایم در خصوص یاد خدا سر سفره قرآن کریم و نصرت الهی صحبت بکنیم. اما دانای راز بزم ما در چنین لحظات نورانی و البته زیبا برادر عزیز و ارجمندم استاد حاج ابوالقاسم هستند که بهشون پیش روی شما عرض سلام، خوش آمد و البته تسلیت ایام دارم. استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمد. علیکم السلام و رحمت الله. خدمت بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و من هم تسلیت عرض میکنم. ایام عزای سید الشهدا علیه السلام رو از کنار بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت سلام الله علیها و عرض میکنم که نائب الزیاره همه بینندگان عزیز هستیم انشاءالله. ما یک حجکم مقبولم به شما بگیم، حج شما قبول باشه، هم زیارت مکه و مدینه و هم زیارت اعتاب مقدسه امیرالمؤمنین سید الشهدا و خوش توفیق باشید همیشه. و بله گفت عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. اگر خدا خواهد. امسال حجاجی که خدا قسمتشون کرده بود به واسطه این تهاجم ناجوان مردانه رژیم صهیونیستی و قدری تعلیق پروازها بسیاریشون از مسیر زمینی آمدن، توفیقی شد. واقعا توفیق. زیارت ابا عبدالله علیه السلام، برخی زیارت امیرالمؤمنین، بعد از زیارت پیغمبر اکرم نصیبشون شد. ما هم در زمره همین گروه بودیم و به حمدالله از یمن سایر حجاج این توفیق شامل حال ما هم شد. الحمدلله. الحمدلله. ما سر سفره آقای بزرگواری هستیم که شاید عبارت زیبای قرآن سربریده کربلا خیلی در شأن و با معنا و با مسما باشه. آقای بزرگواری که در تک تک لحظات زندگیشون قرآن خواندن، تأمل کردن در این مصحف شریف رو به ما یادآور شدن، کما اینکه خودشون قرآن مجسم بودن و حقیقت قرآن. اما اگر اجازه بفرمایید سر سفره قرآن بنشینیم در خصوص این اتفاق بزرگ و ستر و این قوقایی که سید الشهدا در عالم برپا کرده و این نصرت الهی او با هم صحبت بکنیم که استاد حاج ابوالقاسم سر سفره قرآن بنشینیم. نصرت الهی به چه معناست؟ خیلی خودمونی بگم چه رنگیه، چه شکلیه و چه کار کنیم که نصرت خدا و یاری خدا شامل حال ما هم بشه؟ بله، موضوع بسیار مهمی است که قرآن کریم در آیات متعددی به مسئله نصرت اشاره کرده. از جمله اونها سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم که سوره 47 قرآن هست. در آیه 7 می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر خدا رو یاری کنید خدا شما رو یاری میکند و به شما ثبات قدم میدهد. اینو بدونیم اگر خدا کسی رو یاری کرد دیگه او پیروز مطلق است. در آیات دیگری فرموده ان ینصرکم الله فلا غالب لکم.
و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده. نکته مقابلش هم اینه که اگر خدا دست نصرتش رو از بالای سر جامعه‌ای برداشت و اونها رو رها کرد به حال خودشون، هیچ کس نمیتونه به کمک اونها بیاد و اونها رو یاری بکنه. دو طرف این آیه، یعنی اون کسانی که مشمول نصرت الهی هستند و اون کسانی که مشمول خذلان و رها کردن خدای متعال، در این تهاجم 12 روزه یا این تجاوز 12 روزه یا دفاع مقدس 12 روزه خودشو نشون داد. بله. یک طرف ملت ایران که مشمول نصرت الهی بود، یک طرف یک رژیم نجات پرست خودمحور که همه چیز رو برای خودش میخواد، مصداق رها کردن خدای متعال بود. و طبیعتاً میتونیم این عرصه نبرد ایران و رژیم غاصب رو از جهات متعددی پیرامون نصرت الهی مورد ارزیابی و بررسی قرار بدیم. من یک کمی راجع به فضای این آیه که اشاره کردم نکاتی عرض بکنم. اولا سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، نام دیگری سوره قتاله. بله. یعنی سوره جنگ. اولا به ذهن میاد آقا مگر رسول الله رسول رحمت نیست؟ رحمت للعالمین. مگر رسول مهربانی نیست؟ یه سوره تو کل قرآن هست به نام اون آقا، اونم سوره جنگ. بعد آیاتش هم که نگاه میکنید نوعا آیات مربوط به جنگ هست. آیات مربوط به قتاله که در مقابل کفار با صلابت بایستید. فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب. جنگ تعارف نداره، سستی نورزید. چرا این یه سوره که به نام پیامبر رحمته هم اسمش قتاله هم آیاتش پیرامون قتاله؟ جوابش اینه که اتفاقا چون او رسول رحمت است، جنگ‌های متعددی رو بر او تحمیل کردند و او رو در این ورطه وارد کردند و طبیعتا هر کس که پا جای پای اون آقا بگذارد و مهربانی به ورزد دشمنانی پیدا میکنه، رو در معرض خشونت قرار میدن. و این رو بدانیم هر قدر مقیاس مهربانی ما بزرگتر باشه، مقیاس دشمنی هم بزرگتر میشه. یه بار دیگه این جمله رو تکرار کن. هر قدر مقیاس مهربانی بزرگتر باشه، مقیاس دشمنی بزرگتر میشه. ببینید آقا رسول الله مهربانیش مقیاسش مقیاس عالمین است و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پس دشمن جهانیان مقابل اون آقا میسته که ابلیس لعینه. لذا ابلیس با تمام اذنابش، با تمام ذریه‌اش، با تمام جنودش در مقابل پیغمبر گرامی اسلام سفارایی میکنه. شما امریکا و اسرائیل و اینها رو به عنوان یکی از جنود ابلیس ببینید. در طول تاریخ ابلیس جنود انسی و جنی فراوانی داشته. اینا مقابل این آقا سفارایی کردن و مقابل امت این آقا. چرا؟ چون هدف اون آقا این است که عالمین رو، جهانیان رو به سعادت برسونه و مستکبران عالم اتفاقا به دنبال اینن که جهانیان رو به بردگی بگیرن و سلطه بر جهانیان پیدا بکنن. طبیعی است که اینجا درگیری رخ میده و پیغمبر گرامی اسلام باید مقابل اینها بایسته. حالا جالبه دفاع بکنه در واقع. حالا جالب است من یه آماری از غزوات و سریه های پیغمبر عرض بکنم. پیغمبر اکرم در طول 10 سالی که در مدینه بودن به قول مسعودی که از مورخین قرن چهارم هست 26 غزوه داشتن. یعنی خودشون مستقیما در این عرصه دفاع و عرصه جهاد حضور داشتن. در کنار غزوه ها و غزوات سریه داشتیم، یعنی اون مبارزه هایی که پیغمبر مستقیما حضور نداشتن اما کسانی رو میفرستادن برای جهاد. درگیری های نظامی بود. درگیری های نظامی که بدون حضور پیغمبر با نماینده ایشون انجام میپذیرفته. اینها رو مسعودی میگه 35 تا بوده، ولی جناب آقای محمد ابراهیم آیتی که از مورخین معاصر ما هست ایشون تا 82 تا حساب کرده که میانگینش رو بگیریم یه چیزی تقریبا 54-5 تا میشه. 25-6 تا غزوه، حدوداً 70 نبرد یا 80 نبرد پیغمبر در طول 10 سال داشته. میانگین بخوایم حساب بکنیم سالی 10 تا نبرد. ببینید چه کردن با این پیغمبر.
سالی 10 تا نبرد. ولذا در یک روایتی مرحوم شیخ صدوق نقل کرده پیغمبر فرمود جعلنی رسول الرحمه و رسول الملاحم، خدا مرا پیک رحمت قرار داده و پیک جنگ ها. اینا با هم لازم و ملزومه. اگر میخوای مهربانی بورزی باید آماده حجمه دشمنان باشی، چون مهربانی حضرت آقای جوادی صرفاً به لبخند زدن و خندیدن و اینا که نیست، که مهربانی یعنی من از منافع شما دفاع کنم. مهربانی من نسبت به شما زمانی است که با تمام وجودم مراقب شما باشم. پیغمبری که میخواد مراقب بشریت باشه، دشمنان بشریت مگه میگذارند؟ ملت ایران حضرت آقای جوادی جرمش چیه؟ جرمش چیه؟ جرمش مهربانیه. نظام ایران جرمش مهربانیه، مهربانی بر مردم. انقلاب که شد امام فرمود آقا جان ما نمیخوایم 50,000 مستشار امریکایی بیان مقدرات کشور ما رو به دست بگیرن، ما جوانای خودمون اینا توانمندن. بله. این ریشه در مهربانی امام دارد. نظام ما که به دنبال استقلال کشوره میگه ما نمیخوایم برده شما باش، ما این همه جوان داریم، این همه نخبه داریم تو عرصه های فیزیک، هسته‌ای، موشکی، اینا تلاش میکنه، چرا باید در هسته‌ای وابسته به شما باشه؟ نمیخوام وابسته به شما باشه. در واقع نظام ما مدافع استعدادها و ظرفیت‌های کم نظیر این کشوره. دشمنان میگن عجب تو یک بازار مهم فروش در واقع محصولات مرتبط با انرژی هسته‌ای داری اما میگیری و اجازه نمیدی. تو داری یک کشوری رو در برابر نظام سلطه برپا میکنی و استوار و مستحکم مقابل نظام سلطه قرار میدی که بقیه کشورام یاد بگیرن. خود باوری رو به دیگران نشون میدی، خود باوری رو به دیگران داری نشون میدی. فردا پس ما بر کی سلطه پیدا بکنیم؟ از چه طریقی پول در بیاریم؟ از چه طریقی پول در بیاریم؟ به کی زور بگیم؟ کیو استعمار کنیم؟ لذا این دشمنی ها زیاد میشه. چرا 30,000 نفر مقابل امام حسین علیه السلام ایستادن سلام الله علیه؟ این دشمنی عجیب و غریب. ببین شما از امام حسین مهربونتر میتونید پیدا بکنید. امام حسین فرزند پیغمبره دیگه. اگر او رحمت للعالمین است، امام حسین هم تجلی و انا من حسین تجلی رحمت امام حسین علیه السلام است. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاه. اصلا فردای قیامت امام حسین چه طوفان شفاعتی راه میاندازه. تجلی از رحمت، تجلی با بله رحمت الله الواسعه است. اصلا نجات الامه، رحمت الله الواسعه. چرا با امام حسین دشمنی میکنن؟ دقیقاً به خاطر همین رحمتش. امام حسین میخواست امت اسلام رو از زیر یوغ بردگی یزید بیرون بیاره. امت اسلام، این یزید اگر سوار بر گرده شما بشود شما را میبره به سمت جاهلیت. پیغمبر اومد به شما آزادی داد، به شما عزت داد، به شما استقلال داد. امیرالمؤمنین آمد به شما یاد داد که لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا. خدا تو رو آزاد آفریده، چرا باید برده باشی؟ یزید میخواد شما رو به بردگی بگیره. امام حسین مقابل این قصه میخواد بایسته، یزید اجازه نمیده، میگه عجب تو میخوای در حوزه و قلمرو من کسانی رو که بالاخره من با 1000 حیله و نیرنگ از جدم و پدرم و خودم به این مقام و منصب رسیدم از زیر یوغ بردگی من ببری بیرون؟ مگه من اجازه میدم؟ پس اینو بدونیم، هر امتی که بخواد روی پاش بایسته، هر امتی که بخواد مدافع مظلومان باشه، ما مدافع مظلومان فلسطین هم هستیم، با افتخار سر بلند میکنیم و این رو میگیم که مولای ما امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود شنیدم سپاه معاویه در سرزمین انبار حمله ور شدند و خلخال از پای یک زن یهودیه رو بودند. فرمود لو ان امرأ مسلما مات من هذا اسفا ما کان ملوما. اگر یک انسان مسلمان از شنیدن این حادثه دق کند نباید او رو ملامت کرد. ما پیرو اون آقا هستیم. استاد خیلی خیلی ممنونم. چه اشاره قشنگ کردید به امیرالمؤمنین. آدم وقتی این توصیف رو میبینه قله
بی‌نظیر و بی‌بدیل رأفت رو در کلام امیرالمومنین سلام الله علیه می‌بینید. چه بسا اون آقای بزرگوار در 4 سال و 9 ماهی که خودشون حکومت کردن آماج این جنگ‌ها بودن. جمل رو او تحمیل کردن، سفین رو به تحمیل کردن، نهروان رو و درگیری‌های عجیب و غریب دیگر که اینا همش نشان دهنده اون جلوه‌های بی‌نظیر رحمت امیرالمومنین سلام الله علیه. اجازه می‌فرمایید بخشو ببینید؟ حتما. خیلی متشکرم. عرض بکنم اونایی که میخوان در موکب عمه جانمون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها عمود 1080، اونایی که رفتن تو مسیر 40 خیلی خوب میشناسن. عمود 1080 موکب حضرت فاطمه معصومه مشارکت بکنن، میخوان مبلغی پرداخت کنن از 10,000 تومان، 5,000 تومان یا هر مقداری که مد نظرتون هست به 301122 عدد 22 رو بفرستید. دوستان خوبم برای شما راهنمایی لازم رو خواهند فرستاد. برخی هم میخوان به نحوی مشارکت کنن، خدمت بکنن در این موکب، به 301122 عدد 3 رو بفرستید که انشالله شما هم خادم این مسیر باشید، هم توفیق زیارت پیدا کنید، ما رو هم دعا بکنید. بفرمایید. زدند و کشتند و خم به ابروی سازمان ملل نیامد، صدا زدیم و بیاری ما کسی به غیر از اجل نیامد. زدند و کشتند و فکر کردند قهرمان نبرد هستند، پناهگاه هست خانه هاشان خیال کردند مرد هستند. سکوت کردیم تا صدای سکوت را بشنوند الان، که بعد کر می شوند از آواز فوج سجیل های ایران. سکوت کردیم تا ببینیم مرد میدان به غیر ما کیست، سکوت کردیم تا ببینند مرد در خانه هایشان نیست. سکوت کردیم و فکر کردند علتش ترس بوده شاید، سکوت کردیم تا صدای کسی ببینیم در می آید. سکوت طعم عقب نشینی نمی دهد، کارشان تمام است. سکوت دیوانه می کند، این سکوت بخشی از انتقام است. به جنگ با شیعه باز آل یهود آورده لشکرش را، مگر که از یاد برده باشند قصه خیبر و درش را. علی به میدان بیاید این بار کارشان را تمام کرده، علی اگر یا علی بگوید تمام عالم قیام کرده. علی نه اهل فرار بوده نه در نبردی شکست خورده، اسد یدالله این لقبها به نام او از الست خورده. علی اگر از غلاف بیرون بیاورد ذوالفقار خود را، به قبر کنها بگو ببندند در تلاوی بار خود را. علم زمین خورده خیمگاه حسین برپاست ای برادر، شهید شد موج پشت این موجها به دریاست ای برادر. نترس سوگند خورده قرآن که نصرت از آن مؤمنان است، یهود پشتش به هر که گرم است، پشت ما صاحب از زمان است. به لرز دست نتانیاهو نگاه کن، جان به تن ندارد. به ته رسید یهود با پرچمی که دیگر وطن ندارد. ولی به سید حسن خلایق چقدر تهمت زدند، دیدی؟ چقدر گفتند رفته تهران فرار کرده، تو هم شنیدی؟ میان میدان جنگ باشی و با ترور بی کفن بمیری، مقاومت معنیش پسین شد. حسین باشی حسن بمیری، مقاومت معنیش پسین شد. حسین باشی حسن بمیری. ما در کنار دختر موسی نشسته ایم، ما در کنار دختر موسی نشسته ایم. عمریست محو او به تماشا نشسته ایم. بوی مدینه میوزد از شهر ما، بیا. بوی مدینه میوزد از شهر ما، بیا. ما در کنار حضرت زهرا نشستیم. زیارتتون قبول بشه. محضر استاد حاج ابوالقاسم عزیز بزرگوار هستیم و البته محضر قرآن شریف و نازنین. این یادگاری رسول رحمت للعالمین و داریم در مورد نصرت الهی و سوره‌ای که به نام این آقای بزرگوار هست صحبت میکنیم. نصرت الهی رو با مطلع خوبی آغاز کردیم، بریم در خصوص آیه اگر موافق باشید بیشتر برای ما بگید. بله. خدای متعال میفرماید اگر به یاری من بیایید من شما رو یاری خواهم کرد. دو تا نکته اینجا باید توضیح بدیم. اولا یاری خدا چیست و چگونه است و چه شکلیه؟
به تعبیر شما چه رنگیه؟ دو، من نصرت ما یعنی ما خدا رو کمک کنیم یعنی چی؟ مگه خدا به کمک ما نیاز داره؟ خدا که غنی مطلق فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. خدا بی نیاز مطلقه، یعنی چه خدا رو یاری کنیم. دو تا نکته رو باید توضیح بدیم. حالا اگر شد هر دور امروز، اگر نه فردا هم چون ما مهمان شما هستیم بخشش رو فردا استفاده میکنیم. من اول راجع به این صحبت بکنم که نصرت ما به چه معناست، بعد نصرت خدا رو عرض بکنم. ببینید خدا بی نیاز مطلقه، پس اگر میگه منو یاری کنید معلومه منظورش از نصرت خودش یه چیز دیگه است که خدا انقدر اونو دوست داره که میگه اگه اونو کمک کردی منو کمک کردی. ما مشابه اینو تو قرآن داریم. خدا میگه بیایید به من قرض بدید. خب همه میفهمن خدا که پول نیاز نداره. اینجا بزرگان گفتن منظور از قرض دادن به خدا، مفسرین گفتن روایات هم داره اینه که به بندگان خدا کمک کنید به بندگان خدا. نصرت خدا دو تا مصداق داره بر اساس آیات نورانی قرآن. یکی نصرت به بندگان خداست، ان تنصر الله، یعنی اگر به کمک بندگان خدا بیاید خدام شما رو کمک میکنه. یعنی چه به کمک بندگان خدا بیاین؟ یعنی اولا دوچار خودمحوری و دوچار اون روحیاتی که غربی ها و در فرهنگ غربی و تمدن غربی باش مواجه هستیم نباشه. استکبار، خود که همه چیزو برای خودتون میخواید. نه، واقعا یک جامعه برادر، یک جامعه دوست، یک جامعه همدل، اخلاقی، مهربان. اگر به کمک همدیگه بیایم، اگر جامعه‌ای باشه که در این جامعه مردم دست همدیگه رو بگیرن. ببینید تو این ایام دفاع مقدس 12 روزه ما جلوه‌های صمیمیت و جلوه‌های محبت مردم رو دیدیم. این یکی از رموز موفقیت ما. 100%. در یک شرایطی بالاخره حالا مثلا یه پمپ بنزینی مثلا شلوغ شده و صف شده، ببینید یک کسی آمده شربت درست کرده، هیچ منفعت مادی هم تو این کار نداره، میاره به کسانی که توی صف پمپ بنزین ایستادن تو ماشینشون مثلا شربت میده. یا اون یکی مثلا فرض بفرمایید به شکل دیگری کمک میکنه. کسانی میرن، این عزیزانی که خونه هاشون آسیب دیده میرن کمک میکنن به صورت جهادی. ببین اگه مردم دست به دست هم دادن و یاری کردن، انس و الفت و محبت رو در جامعه فراگیر کردن و نشون دادن، دشمن وقتی ببینه که این ملت یک ملت یک پارچه و یک ملت صمیمی و مستحکم هست، قطعاً از ادامه حمله خودش منصرف میشه. اگر هم حمله بکنه به جایی نخواهد رسید. ناامید خواهد شد. ممکنه یه خساراتی به ما بزنه. خدا درباره یهودی‌ها یه آیه‌ای داره میگه لن یضروکم الا اذن. اینا ممکنه مختصری شما رو اذیت بکنن. و ان یقاتلوکم یولوکم الادبار، اما اگر بیان مقابل شما بخوان سفارایی بکنن، شمایی که ایمان دارید به پیغمبر، شمایی که ثم استقاموا هستید، اهل استقامتید، شما که اهل نصرت همدیگه هستید، پا به فرار میگذارن و ره به جایی نخواهند برد. پس اولین مصداق نصرت مؤمنان، نصرت هموطنان. و یک مقدار فراتر من میخوام عرض بکنم نصرت مسلمانان. درسته. ما نباید از نصرت مردم یمن، مردم غزه، مردم لبنان دست بکشیم. ببینید اونا تو خط مقدمن، اونا به خاطر ما درود بر مردم یمن از آقای جوادی، به خاطر ما موشک میزنن به اسرائیل و میگن این به خاطر جنایتی بود که شما در حق مردم ایران کردید، که مثلا ما حمله هم کردیم اونها بتونن به نحوی در این حمله ما رو کمک بکنن. حالا روا نیست که مثلا فرض کنید امریکا و اسرائیل به اونها تجاوز میکنن، ما بگیم به ما چه ربطی داره، ما مسئول کشور خودمون هستیم. این روحیه اگر حاکم بشه خدا نصرتش از ما برخواهد داشت. یه جمله خیلی قشنگ گفتی، داشتم بهش فکر میکردم، خودم از نگاه خودم عرض میکنم چقدر کم باور داریم آیات قرآن رو. خدای متعال میفرماید که اگر در مقابل یهودی ها محکم بایستید با استقامت، آقا فرار میکنن. بله. سریع میگن که آقا آتش بس. بله. ما یعنی میترسن. بله. و اگر ما این رو باور داشته باشیم مطمئن خواهیم شد که نصرت خدا با ماست و قطعا ما فاتح و پیروز خواهیم. همینطوره. حالا این ریشه در مسائل عرض کنم که جامعه شناختی بله. یهود داره،
ریشه در اعتقادات اونها داره. اینا ماهیت باطل هم همینه دیگه. آیه شریفه بله. کاملا قابل عرض کنم که استدلال و برهانی کردن هست که و ان یقاتلوکم یولوکم الادبار. این فقط یه شعار نیست، این یه آیه که بخواد یه امید واهی بده نیست، یه واقعیت، سنت الهی است. سنت الهی است. پس نکته اول در نصرت الهی اینه که ما به همه مؤمنین کمک بکنیم. من اینجا این نکته رو حضرت آقای جوادی لازم میدونم عرض بکنم. ببینید ما بحث وطنمون، بحث میهنمون برامون مهمه. دیدید حضرت آقا در شب عاشورا فرمودن به اون مداح عزیز اهل بیت که این سرود ای ایران رو بخون. ای ایرانی که البته با مضامین اهل بیتی در هم آمیخته و یک وطن امام حسینی رو داره به نمایش میگذاره و این کاملا حرف درستی است. ما نسبت به وطنمون باید غیرت داشته باشیم. اما این فرمایش آقا معناش این نیستش که نسبت به مسلمانان دیگه غیرت نداشته باشیم. بعضی از این سوء استفاده میکنن، بعضی استفاده های انحرافی از این مطلب نسبت به بعضی از عزیزانی که اتباعی که اینا مهمان ما هستن. بله. حالا ممکنه یه دونه 2 تا 3 تا مثلا فرض کنید جاسوس یه جایی بوده، مگر فقط جاسوس توی اتباع کشور خاص مثلا پیدا میشه؟ اما حالا بعضی اینو سوء استفاده، مورد سوء استفاده قرار بدن. جوانان، نوجوانان عرض کنم که وابسته به اون ملیت رو خدای نکرده در کوچه و خیابان مورد تحقیر قرار بدن. اینها موجب میشه نصرت الهی برداشته بشه. شک نکنیم نصرت الهی زمانی میاد که ما همه مؤمنان در یک صف واحد بایستیم، در کنار هم. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص. این یک نکته. نکته دوم، نصرت الهی معنای دیگه هم داره، نصرت ولی خدا. ببینید در سوره مبارکه صف حضرت عیسی علیه السلام فرمود که من به حواریین فرمود که من انصاری الی الله. چه کسانی حاضرن من عیسی را کمک کنن، یار من بشوند برای حرکت در مسیر خدا؟ قال الحواریون نحن انصار الله. حواریین گفتن ما انصار اللهیم. ببینید انصار الله کسانی که خدا رو یاری میکنن، اونان که میان یاری حضرت عیسی. حواری نمیخواستن بگن که ما تو رو کمک نمیکنیم، خدا میخواستن بگن ما از طریق تو خدا رو یاری میکنیم. یعنی نصرت امام حق نصرت خداست. حقیقت نصرت خدا نصرت امام و ولی خداست. ولی خداست. خب اینجا اگر زیر پرچم ولی خدا جمع شدیم، از تفرقه پرهیز کردیم، محوریت او رو پذیرفتیم. من اشاره کنم به آیه سوره مبارکه مائده، آیه ولایت که چقدر قشنگه. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالب. پیروزی میخوای؟ پیروزی در گرو این است که ولی خدا رو در محوریت خودتون قرار بدید، از او فاصله نگیرید. اون کاری که در جنگ احد کردید نکنید. پیغمبر فرمود تنگه رو رها نکنید، بمونید، دنبال غنایم نیفتید. امروز رهبر عزیز ما فرمود انسجام رو حفظ بکنید، دنبال منافع حزبی و گروهی نیفتید. تنگه احدی که امروز ما باید بچسبیم همون انسجام و اتحاد ملی، این انسجام قشنگ 90 میلیونی که در ایران در اثر این حادثه به وقوع پیوست، اینو نباید از دست بدیم. بله. بعضیا خیال کردن جنگ تمام شده، به طمع غنایم افتادن دنبال تخریب رقیب. ما دیدیم در همین رسانه ملی کسی آمد یه حرف بی ربطی رو مطرح کرد نسبت به کارگزاران نظام، مسئولین نظام، که چی؟ که مثلا حزب خودش، گروه خودش بره بالا. خب آخه این نمیفهمد که با این کار دقیقاً تو همون کسی هستی که به طمع غنایم برای متاع دنیا اون تنگه و اون گردنه مهم اتحاد و انسجام رو الان رها کردی. در زمین دشمن بازی در زمین دشمن داری بازی می‌کنی. بله. اینم دومین جلوه های نصرت الهی. پس اگر ما با محوریت ولی و با پیوست اجتماعی قوی دست به دست هم بدیم، همدیگر رو تنها نگذاریم، تو این شرایط به فکر محرومان و گرفتاران باشیم. بله. ثروتمون رو با اونها تقسیم بکنیم. یه روایتی هست کسی آمد خدمت امام باقر علیه السلام گفت آقا ما عده زیادی هستیم، شما چرا قیام نمی‌کنید؟
شاید عدد حالا اگه اشتباه نکنم مثلا 50,000 نفر. امام فرمود که رابطه شما با هم چیه؟ گفت ما با هم خوبیم، مهربونیم. فرمود اگر کسی از شما پولی از دیگری بخواد بهش میده؟ آیا شما به تعبیر من جیباتون با هم یکیه؟ گفت نه دیگه، انقدر دیگه با هم صمیمی نیستیم. آقا فرمود بله. آقا فرمود پس فایده نداره، اینجوری نمیشه قیام کرد. ببینید اگر قیام بخواد به پیروزی برسه باید اشخاص به لحاظ اقتصادی و مالی همدیگر رو نصرت کنن، همدیگر رو نصرت بکنن. یاران امام حسین ببینید چقدر زیبا پیش مرگ همدیگه می شدن. من در حد 30 ثانیه عرض بکنم نکته بعد دیگه حضرت عالی. شب عاشورا حضرت زینب سلام الله علیها به امام حسین عرض کرد که حسین جان یاران تو آزمودی؟ امام فرمود که بله بارها آزمودم، اما اگه میخوای 2 مرتبه هم اونها رو آزمایش میکنم. بعد حضرت صدا کرد اصحاب رو، اصحاب آمدن و اون جملات رو که همه شنیدن در طول تاریخ اینها بارها و بارها گفته شده بر زبان آوردن. بعد داره که تو خیمه حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام ایشون جمع کرد بنی هاشم و گفت فردا که روز جنگ است ما باید پیشمرگ این اصحاب امام حسین بشیم. ما بالاخره فرزندان امام حسینیم، ما منسوبین امام حسینیم، نکنه یکی از ماها زنده باشه اینا برن به میدان. دقیقاً شبیه این گزارش در خیمه حبیب ابن مظاهر هست. حبیب ابن مظاهر اصحاب رو جمع کرده بود، گفت اینها سروران ما هستن، امام حسین و فرزندانش اینا آقای ما هستن، بچهای پیغمبر. نکنه تا ما زنده هستیم اجازه بدیم اینا برن میدان، ما باید پیشمرگ اینا بشیم. ببینید چطور پیشمرگ هم میشدن، از جون خودشون به خاطر دوستان و مؤمنین میگذشتن. این شد که خدای متعال نصرت رو به اونها داد. ولذا شخصی از امام سجاد علیه السلام سوال کرد که من الغالب، کربلا کی پیروز شد؟ امام سجاد علیه السلام فرمود که از آن بگو اقامه بگو میفهمی کی پیروز شد. یزید میخواست نام پیغمبر رو از بین ببره، ولی نام پیغمبر پرفروغتر از همیشه بر فراز مأذنه ها تا روز قیامت خواهد ماند. ولذا امام حسین پیروز شد به خاطر یکی از عللش این بود که اصحابش اصحابی بودن که اهل نصرت بودن، هم نصرت امام هم نصرت سایر همسنگران. خیلی متشکرم. میگه باز در جان جهان یک سر غوغاست، حسین این چه شوری است که از یاد تو برپاست. حسین چه شوری برپا کرد سید الشهدا، چه غلبه‌ای و چه فتح الفتوحی کرد دلهای همه عاشقان رو تا ابدالآباد عالم. خیلی متشکرم استاد ابوالقاسم عزیز نازنین. از عشق گفتیم، از دلدار شنیدیم، از سید الشهدا ذکر کردیم، سر سفره قرآن کریم بودیم، سر سفره پیغمبر بودیم. الحمدلله. خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. یه نکته خیلی لطیفی رو استاد ابوالقاسم فرمودن. این برادرای عزیز افغانستانی ما خب این روزها بر اساس قوانینی که کشور ما داره شاید باید کشور ما رو ترک کنن. همسایه ما بودن، دوست ما بودن، خیلی هاشون تو هیئت‌های ما میان خدمت میکنن، گروه‌های فاطمیون، گروه‌های زینبیون، عزیزانی که عاشقانه سر سفره امام حسین بودن، خادم امام حسین هستن. اینها احترامشون بر ما واجبه. سعی بکنیم با کرامت، با محبت اونها رو کمک بکنیم. نصرت الهی رو برای خودمون با همین نصرت ها و همین کمک کردن ها بخریم، توجه خدا رو جلب بکنیم و ان شاء الله اونها با دلتنگی از کنار ما نرن. خیلی متشکرم از اینکه ما همراه بودید، سپاسگزارم. موکب حضرت فاطمه معصومه اگه میخواید مشارکت بکنید اما 1080 عدد 22 رو به 301122 بفرستید. انشالله کمک مالیتون رو به این موکب داشته باشید. شما هم خادم حضرت معصومه باشید در روزهای قشنگ اربعین. تا یاد خدای دیگر شما رو به خدا میسپارم. یا علی مدد. خدا نگهدار. یا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين السلام عليك يا بنت الحسن والحسين السلام عليك يا بنت ولي الله السلام عليك يا أخت ولي الله السلام عليك يا عمة ولي الله
السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.